در گزارش خبری امروز سری به کارگاه‌های ویند 1 و 2 واقع در بخش GLT یا جومیرا لک تاور زدیم و سعی داریم در رابطه با روند و پیشرفت کار برای شما اطلاعاتی رو به سم و نظرتون برسونیم. تا انتهای گزارش امروز با ما باشید. به نام خدا، خطیبی هستم از واحد برنامه‌ریزی و کنترل پروژه. مطابق معمول خلاصه گزارشی داریم از فعالیت‌های انجام شده و وضعیت پروژه‌های ویند 1 و ویند 2 در جومیرا لک تاورز. خدمتتون عرض کنم تعداد نفرات کلی که برای از نظر نیروی انسانی مستقیم کاری برای ویند 1 و ویند 2 اختصاص پیدا کرده 378 نفره. تعداد 133 نفر در شیفت روز برای ویند 1 و تعداد 111 نفر برای ویند 2 در شیفت روز فعالیت میکنن. همینطور تعداد 67 نفر در شیفت شب و تعداد 67 نفر متعاقباً برای ویند 2 در شیفت شب فعالیت میکنن. با توجه به هدفی که فعلا برای پروژه تعیین شده و نصب سیستم کلایمبینگ برای کوروال، ما مجبور هستیم 3 طبقه کوروالمون رو به صورت مجزا بدون در حقیقت ایجاد المان‌های افقی ادامه بدیم و بعد از اون شروع کنیم به بستن در حقیقت المان‌های افقی و بتون‌ریزی اونها. به همین منظور فعالیتایی که در پروژه‌های ویند 1 و ویند 2 در حال انجام هست عموماً برای کوروال هست تا طبقه سوم و در حال حاضر آماده بتون‌ریزی هستیم در صورتی که مشاور تایید بکنه امروز بعد از ظهر برای بتون‌ریزی در ویند 2 و ویند 1 برای کوروال فرست فلور به سکند فلور. فعالیتایی که عموما انجام میشه پریفابریکه کردن استیل هست برای کوروال و کالم ها و وال ها در طبقات مختلف و یه فعالیت آماده سازی هست که بیشتر الان انجام میشه. فعالیت قالب بندی کوروال ویند 1 و ویند 2 برای فرست فلور تو سکند فلور در حال حاضر خاتمه یافته است و آماده تایید مشاور هستیم. این خلاصه بود از کل کارهایی که در حقیقت تو این مدت انجام شده و انشالله بعد از کوروال طبقه بعدی، لول سوم، بلافاصله بتون‌ریزی سقف‌ها رو شروع می‌کنیم و سقف اولمون میشه گفت تقریبا آماده است دو تا پروژه ها و سقف بعدی رو هم بلافاصله بعد از 5 روز برنامه داریم که بزنیم و متعاقباً کلیه سقف‌ها با برنامه 5 روزه ادامه خواهند یافت. متشکرم. خدا نگهدار.